آبادان بهترین گزینه برای شروع بود. استرس داشتم، عرق میریختم. بالاخره بعد سالها نوازندگی موانع ذهنیمو کنار زدم و سازمو به کف خیابون بردم. برای شب اول 2 از دوستای خوبم هم کنارم اومدن و کمکم کردن که ترسو کنار بذارم. سالها بود که این همه استرس رو تجربه نکرده بودم. ولی بعد اون اتفاق که متاسفانه تصویرش ثبت نشده افتاد. یه مادر یه اسکناس 10,000 تومانی خشک داد دست فرزند حدوداً 3 سالش که بیاد و بندازه تو کاسه حصیری من. وقتی بچه روی زانوهاش نشست که پولو بندازه و صورتش نزدیکتر به ساز شد، 4 مزراب ابو عطا کار خودشو کرد. دیگه بلند نشد. چند دقیقه روی 2 زانوهاش نشست و تماشا کرد. داشت لذت می‌برد. داشتم لذت می‌بردم. شاید این نزدیکترین حس به خوشبختی بود که تجربه کردم.